شبکه فیسبوک. امیدوارم که شب خوش داشته باشید. و من یک چند گفتنی دارم اویدی فشارهای رژیم رحمانوف به خانواده های مبارزان. و طول یک چند روز شد که در این سفرهای رئیس خودکامه امامعلی رحمانوف فشارها بالای خانواده های نفرهایی که مبارز هستند، چه در روسیه، چه در اروپا، چه در تمام کشورهای دنیا هستند، چیکار کرده ایستند؟ فشارها بالای خانواده آورده ایستند. و یک چیز دیگه هم تعجب آور است که ببینیم وطنهای عزیز که حتی فشار میارند و پدرها و مادرها هم والدین چیکار میکنند؟ میگن که شما فرزند خود چیکار کنی؟ تکفیر کنی. یعنی تکفیر کردن چیه؟ مجبور میسازن که تا که فرزندهای خود رو یک بدبخت یا که آق کنند در نزد دوربین های اونها، یا که کافر بگن نعوذ بالله، مجبور میکنن. و امروز ها هم شنیدم این گپا و خبرو را که حتی خود پدر خود چیکار کردن؟ مجبور کردن که تا که ما رو تکفیر کنند. و از همین لحاظ با پدران، مادران و نفرهایی که پدران و مادرایش مثال مبارز هستند در این راه حق هستند، و از اونها هم خواهش میکنم که مقصد که ببخش پدرها هم شما را، مثال او هم در یک ظلم هستند، در یک فشار هستند، چون که برای نجات دادن خود چیکار میکنن؟ او مجبور میشوند که بگن که همین گپ بگن که تا که فرزندای ما مثال که جونشو خلاص شود، هم ما را هم چی را. و او پدرها و مادرها را گفتنی هستم که برای شما اجازت هست اگر که چه چیزی که میخواهید نسبت ما بگی، برای که اگر که و همین کافر گفتن یا که و آب کردن اگر که جونش ما خلاص شود از این رژیم، از این بدبخت ها، و شما اجازه دست برای شما که نسبت ما چه کاری را انجام میده که مدامی که با منفیت شما تمام شود، لیکن با منفیت شما با ضرر شما تمام شود، عاقبت کار انیش بگیم که بزیب است. و روزهای اخیر میبینیم که بعض نفرها چه از حکومت رژیم رحمانوف فیکوی هستند که در شبکه فیسبوک بسیارتر بگیم فعالیت دارند با نام های مستعار، و اون نفرها چیکار میکنن؟ بسیارتر میگن که شما هیچ کس نیست، شما را هیچ کس گوش نمیکنه. مادامی که ما هیچ کس نباشیم یا که هیچ کس ما را که گوش نکنه، پس چرا شما اینقدر توی درجه را اومده که مثل همو بگم که دویشوری چیکار میکنیم؟ مردم رو با مرتد بگیم دیگر کافر گفته پدرها و مادرها را مجبور میکنه که نسبت فرزنداشو همین گپا را بگن. مادامی که تاجیکستان یک دولت دموکراتی حقوق بنیاد و دنیایی است، شما حق و حقوق نداره که یک نفر یک گفتم که اصلا جنایت نکرده است. مادامی که من جنایت کرده باشم، پس بیاید به من سوال جواب کنید. و هستن نفرهایی که در مسنجر تهدیدها میکنن، یا که در فیسبوک هم شما شاهد هستیم که اونها چیکار میکنن؟ تحقیر میکنن، دشنا میکنن. و وقتی که با اونها تماس میگیری یا که میگیم که بیا با چهره آشکار بگیم که تماس بگیریم گپ میزه، حتی اونها بگیم که جرأت نمیکنن که مثال چیکار کنن؟ صحبت میکنن. من فکر نمیکنم. بسیار نفراش میگه که من مهاجرم یا که یک آدمی بگیم که عادی هستم، و من مطمئن هستم که یگان مهاجر طرفداری از این رژیم نمیکنم. بسیار این نفراش وقتی که فیسبوکش تفتیش میکنیم از داخل تاجیکستان چیکار کرده است، نوشته است همون فرمای جوابی کمیته امنیتی بگیم رحمانوف باشه یا که از دیگر گروه هایی که وابسته کردگیان، آنها بگیم که از همون ادلا و از همون پدولای امنیتی چیکار میکنن؟ با مردم بگیم که می نویسن. مادامی که یک نفر مهاجر باشد یا که یک نفر عادی باشه، او حتی دسترسی به اینترنت نداره، حتی جرأت نمیکنه که چیکار کنه؟ یک دشنام کنه یا که یک فکر نظرش بنویسه. بسیار نفرها هستن حتی در داخل تاجیکستان هستن، حتی بگیم که چیکار میکنن؟ یا لایک نمیمونن یا یک گپ نمیگن که مبادا که برای زندانی کنن یا که یکان چی میکنن.
از همین لحاظ با اون فیکایی که میبینم دیروز یک مقاله هم نوشتم نسبت اونها، مادامی که شما مرد باشه، مادامی که من با شما در کار باشم یا که من همچون یک خواهین پیشواتون باشم، مرحمت آشکار برای اثبات کنه که حقیقتا همین رحمانوف پیشوای ملت است و میلیون ها نفری را دوست میداره و طرفداری میکنه، ما هم قبول میکنیم. و حتی چنان خودی بنده رو، خودم رو، پدرم رو بگیم فشار آوردن که حتی مجبور شدن که گفتن که از زمین رو بگرد، بچم بگرد. من با او پدرم یک نیم جدی نیم شوخی گفتم که مدام که این دفعه اگر که حکومت همون امنیتی که رحمانوف اگر که میگویند که مثال که پسر دیگه گپ نزند یا که بعضی حکومت گپ نمیزند، من با اون نفر با پدرم نیم جدی نیم شوخی گفتم که اگر این دفعه که بگیم فیروت کردن یا که مراجعت کردن به همون کابینت ها و بچه‌شو، بگو که پسرم هم خیلی اسلوب همون که همه خلطه آد 100 سومونی شود، 200 سومونی 100 سومون شود، گپ زدن بس میکنم. و به همون حکومتداران رژیم رحمانوف هم گفتنی هستم که منم باز اسلوب میمونم که این از همین روز اعتبارم من دیگر گپ نمیزنم. مادامی که خلطه آد یک ماه اگر در کار شود، برای شما یک ماه وقت میدم، همین خلطه آد اگر 200 سومون باشه، مادامی که شما اینقدر وطن دوست هسته، ملت دوست هسته، دفاع از وطن و ملت مینه، مرحمت بینم یک خلطه آد 200 سومون 100 سومش کنه که تو که همین مردم یک زندگی خوب داشته باشن. ما دیگر گپ نمیزنیم از کمبودی های بگیم که رژیم امروزه رحمانوف. پس شما طرفداری میکنی از این رژیم گویو که هم از سرده هم تنجه. ما همچون یک مهاجر هستیم مثلا در فدراسیون روسیه، ما هم همین کار میکنیم که بگیم که همون حجتون و درست میکنیم، رجیستراسیون میکنیم، کارت میدیم، بگیم در راه میدیم، اتوبوس میدیم، در بگیم که پیتانی بگیم خوراکم میدیم، همون 20,000 یا 30,000 یا 40,000 که معاش بگیم ماهانه میگیریم، همون علاقه چکا میشه رسخود میشه میره، همین قیمه می 5-10,000 یا که 6,000 ما روی میکنیم به همون خانواده چکا میکنیم، هم 5-6,000 روبل با هم میخرن، یک خلطه چو میشه یا که 10 کیلو کچکا و پیاز، همون قطعی یا ماها بگیم که معاش ما تموم میشه. ما دیگه شرایطی نداریم که مثال جمع کنیم با یا که همون اقلا در تاجیکستان ازونیه باشه که مثال ما ماهانه 10,000 اگر که در کیسه خودمون مثال جمع کنیم، 5,000 شروع کنیم که 5,000 ماهانه جمع میشه و 5,000 میرسه به خونگیم، 5,000 گشه در بگیم که همون کارتم وی در جایب ما مثال جمع کنیم ذخیره شود، مثال در یک سال چند هزار شود و جمع کنیم بریم یک کمبودی خونه و چکا کنیم بود کنیم. و متاسفانه نشیده است. اصلا بسیاری برادران اگر در فدراسیون روسیه باشند میدونن وضعیت روسیه در چه حالت است و پتی نمینه در سال نو باز هم قیمت میشه و روز تا روز وضعیت مهاجران در فدراسیون روسیه چکا است قیمت شده است. و خوراکواری هایی که در تاجیکستان هم چون یک کشور اگراری است، بگیم که 1 کیلو کارتوشکا تا 3 سوم بگیم خسته است یا تا 5 سوم بگیم برنج و آرد روغنش قیمت شده، مادامی که این مسکو ده با بگیم که هیچی نمیشه، همه چیزش دیگه بگیم که کشورها یا که از جنوب روسیه میآیند. و مادامی که تاجیکستان یک کشور اگراری است، بگیم خودش تامین کردن نمیتونه با محصولات از اون، پس کجا برسه که با این مسکوی بزرگ یا با روسیه بزرگی مثال ای خودش بگیم که تامین کنه خوراکش و به نرخ از اون. و همون خیلی مثال اگر در روسیه بگیم از حسابی از لحاظ نرخ از اون بگیم، نرخ بگیم که معاش بگیم از اونه، نه که تاجیکستان ما تماما معاش کم داره، یک معلم باشه یا که یک کارگر دولت باشه یا که یک ساختمانچی باشه نه کم از $1,000 بگیم که از 1,000 سومون زیاد بگیم که نمیگیره. و یک امنیتی هم که صحبت شدیم گفت که بگرد بیا به وطن، زندگی خوب است، این نش خوب است و نش خوب است.
من گفتم برادر بخشش باشه معاشت چند است؟ گفت که 10,000 سومانی. پس با اون نفر پرسان کردم که مادامی که معاشش ما اگر 10,000 سومان باشه آیا 10,000 سومان با یک ماه خوراکوری شما میرسد؟ گفت که نه نمیرسد. خرج میکنیم شکرانه میکنیم. سالهای 90 بگیم که ما کنجوره خوردیم سبوس خوردیم بگیم همه قطعی روز میگذشت راضی باشه چکار میکنیم زندگی ما و همه 1,000 سومون یا که 10,000 سومون میگذره. مادامی که همون کارگری چی ملیسه باشد یا که اندوز باشد چه چیزی باشد، مادامی که معاشش که کم باشه 1,000 سومون 10,000 باشه یا 500-800 سومون باشه، او چکار میکنه؟ حتما دست به یک جنایت به یک کروپسیا میزنه که بگیم که برای زندگیش بهتر کردن یک کار میکنه که زندگیش خوب برود. مادامی که معاش خوب باشد زندگی خوب باشد، اون مرده که هیچ محل بگیم که به قول رساکی ریستواد نمیکنه که برای از یک نفر بگیم که سوم بگیره، چه ساهای دخترش باشد چه ساهای معارف چه ساهای بگیم که امنیتی و بگیم که نگرش باشه، همه حوضی در همین کروپسیا بگیم خودتا زده رفته گیم. و از همین لحاظ با مبارزه هموطنایی که مبارز هستند در این روی حق هستند و با شما گفتنی هستم که این راه بازگشت نیست و اگر چند که بگیم که پدر مادر هم فشار میان میفهمیم، چون که این راه ما در یک میدان جنگ هستیم. در این میدان جنگوی بگیم که عصبیست نیستن و امروز جنگو بگیم که اطلاعاتی شدگی و می توانند که مثال هر وقت مثال پدر مادر حتی خودمون لازم شود چکار میکنن یا قتل میکنن یا که فشار میارن. و از همین لحاظ گفتنیم که شما راه افتاده نباشید خسته نباشید و گفتی همون رحمانوف که به پیش و باقی سلامت سربلند باشید. اگر که یکون کس سخن گفتنی باشد مقصد که در افیر یک چند لحظه مگیم که منتظر میشیم، اگر یکون کس پیوست شدنی باشد فکر نظرش گفتنی باشد ما بگیم که پیوست شود صحبت میکنیم، یک چند دقیقه وقت داریم. نباشد خداحافظی به هموطنو میکنیم. یکون کس اگر کمی نوشته باشه برادر سهراب برادر همون فوتبولکت پرتو که کریست داره. نه برادر سهراب باشه این کریست چیه؟ این پرچم شویتساریه، این بیرق شویتساریه، این کریست نیست بفیدم. خیلی شاید که دشما چی باشه این همون صورت پرچم کشور شویتساریه. خب اینجا یک کس برادر خودش شما یک کس با زبان افغانی نوشته است. چی نوشته است؟ به حقین تره راستی گفت زیر زبر ندارن مشکل تره خوندن هیچ. یا دیکتاتور بگو. خیر رحمانوف دیکتاتور اکین جانا میشه کودکو خوان که بجاقیم رحمانوف دیکتاتور پگان نصیب کنه در همون یک راه میبرویم در یک منای جنگل میبرویم با صدای بلند یک آزمون هم تشکیل می‌نیم. اگر که روزی باشه یک آزمون هم تشکیل میکنیم. مثال هم یک ویدیوی 5 سکونده 10 سکونده مثال مرحمت هر کس همون ویدیو شکل چت کنه خودش نشون نده همون یک راه به جای باشه نشون بده داد بزنه که رحمانوف دیکتاتور می شود که مثال هم یو را جمع کنیم و میبینیم که آوازی که بلد است و میتونیم که همون آزمونه به همون بدیم. خب برادر عزیز ما هم اگر صحبت طولانی نمینیم باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.